الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نمودند که آیا نماز خواندن در مسجد نبوی و نماز خواندن در مسجد مکه یعنی مسجد الحرام کعبه، آن مسجد کعبه دارد، و نماز خواندن در مسجد بیت المقدس از دیگر مسجدها و از دیگر منطقه و مکانها ثواب و اجر زیاد دارد؟ بارک الله فیکم. بله برادران و خواهران عزیزم، در روی زمین از همه پرشرفترین مکرمترین بقعه زمین این مکه مکرمه است و از مکه مکرمه از همه مکانی که اجر و ثوابش زیاد است و الله قبول کرده است، این من مکانی است که مسجد الحرام، مسجدی که کعبه در اونجا وجود دارد، این مسجد می باشد. و در مدینه منوره مسجد رسول اکرم و در فلسطین مسجد الاقصی. و الله سبحانه و تعالی فضیلت این مسجدها را ذکر نموده است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند خیلی که از جابر و از دیگر اینچون از زبیر رضی الله عنه و از جابر رضی الله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند الصلاة فی مسجدی هذا 1000 صلاة فیما سواه الا مسجد الحرام. امام بخاری و مسلم این روایت میکنند. این حدیث یعنی متفق علیه است، 100% صحیح است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن نماز خواندن در مسجد من، یعنی در مسجدی که در مدینه وجود دارد، به مانند 1000 نماز است نسبت به دیگر مسجدها بجز مسجد حرام، معنی مسجدی که در مکه وجود دارد. پس این دلالت میکند که مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که انسان یک رکعت نماز میخواند، یک رکعت نمازش اجر و ثوابش برابر 1000 رکعت نمازی که در دیگر جای خوانده میشود بجز مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بارک الله فیکم. و در روایت دیگر میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم المسجد الصلاة فی مسجد هذا 1000 صلاة فیما سواه الا مسجد الحرام والصلاة فی مسجد الحرام 100,000 مما سواه. یعنی یک نماز در مسجد من برابر 1000 نماز است در دیگر مسجدها، نسبت به دیگر مسجدها بجز مسجد حرامی که در مکه است. و مسجد مکه بوده کسی که در اون نماز میخواند، یعنی یک رکعت نماز برابر 100,000 رکعت و 100,000 رکعت اجر و ثواب دارد نسبت به دیگرش. و این حدیث هم متفق علیه است، دلالت میکند که یک رکعت نمازی که در مسجد کعبه خوانده میشود برابر 100,000 رکعت اجر و ثواب دیگر مسجدها دارد و یک رکعت نمازی که در مسجد نبوی مدینه خوانده میشود 1000 رکعت اجر و ثوابش زیاد است. بارک الله فیکم. و این چنین حدیث دیگر آمده است خیلی که امام بازار روایت میکنند و ابن ماجه و این چنین نسائی و غیره که در فضل مسجد الاقصی این چنین حدیث آمده است. در یک حدیث آمده است که نماز خواندن یک رکعت نماز در مسجد الاقصی که در فلسطین است برابری 500 رکعت نماز اجر و ثواب دارد در دیگر مسجدها. و در حدیث دیگر آمده است که یک رکعت نماز خواندن در مسجد اقصی برابر 250 رکعت نماز خواندن نسبت به دیگر مسجد هاست. پس علما میگن که حدیثی که صحیح است، قوی هست، نسبت نماز بیت الاقصی یعنی مسجد الاقصی این 250 رکعت است. پس از این حدیث ها فهمیده می شود که در مسجد الاقصی فلسطین کسی که نماز میخواند یک رکعتش برابر 250 رکعت نماز در دیگر جایها هست. فضلش 250 مراتب زیادتر نسبت در دیگر مسجدها است. کسی که در مسجد نبوی مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میخواند یک رکعت نمازش برابر 1000 رکعت نمازی که نسبت به دیگرش خوانده میشد. و کسی که در مسجد الحرام مکه نماز میخواند در اون مسجدی که خانه کعبه وجود دارد برابر 100,000 رکعت نماز نسبت به دیگر نماز است. بارک الله فیکم.
این بود مسئله. اما اختلاف اینجاست که بارک الله فیکم علما میگن که نمازی که در مسجد کعبه خونده می شود 100,000 رکعت، آیا در همه مکه خونید هم 100,000 رکعت فضیلت و اجر دارد، ثواب دارد، یا که فقط در مسجدی که اونجا کعبه هست در مکه فقط در یک مسجد این ثواب وجود دارد؟ البته علما بین همدیگر اختلاف میکنند. جمهور علما و علمای دیگر، عموما علما به دو اختلاف رفتند. میگویند قول مذهب حنابله و زیاد از علما این است که میگویند این نماز و این اجر و ثواب خاص به مسجدی که در مکه مسجد کعبه دار هست، انمون مسجد. یعنی در مکه مسجد ها زیاد است، فقط در یک مسجد 100,000 رکعت گویا که ثواب مثل 100,000 رکعت میگیرد. این مسجدی که در کعبه هست انا همون هست، مسجدی که در گرد و اطراف خانه کعبه هست. اما در دیگر مسجدها البته ثوابش نسبتی دیگر مسجدها زیاد است، اما 100,000 رکعت فضیلتش مثل 100,000 رکعت نیست. بارک الله فیکم. و قول دوم میگن که در همه مکه نماز خواندن در همون حدود حرمی که هست، در حدود حرم مکه اگر نماز خونید یک رکعت برابری 100,000 رکعت فضیلت دارد. که البته قول راجح والله اعلم این است که علما میگویند این، البته علما به مانند امام نووی و به شیخ الاسلام هم نسبت میتیند و ظاهر قول مذهب احمد ابن حنبل همین است و شیخ ابن باز هم همین، البته شیخ ابن عثیمین این را میگویند که البته نماز خواندن همون وقت 100,000 رکعت فضیلت دارد که شما این نماز را در مسجد خونید که در اونجا کعبه هست. اما نمازتون فرض است یا سنت است فرقی نداره، شما نماز فرض خونید یا سنت خونید هم به هر یک رکعتش 100,000 رکعت اجر و ثواب دارد. بارک الله فیکم. و به این گفته خیلی که علما میگند حدیثی صحیحی که امام مسلم رحمه الله روایت میکند دلالت میکرد. حدیث از مادرمون میمونه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند الصلاة فی مسجد هذا كألف صلاة مما سواه الا مسجد الكعبه. نماز خواندن در مسجد من برابری 1000 رکعت نماز نسبت دیگر مسجد ها است مگرم مسجدی که در کعبه است، مگرم مسجدی که در مکه یعنی مسجد کعبه است. الا مسجد الکعبه میگن، مسجد کعبه. این روایت صحیح است، امام مسلم روایت میکنند، 100% حدیث صحیح است. این دلالت میکند که مسجدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون 100,000 رکعت فضیلت دارد گفتند این مسجد یک تا هست، مسجد یگانه، مسجدی که در اون خانه کعبه هست، در اونجا نماز خواندن 100,000 رکعت البته فضیلت دارد. اما در مکه در دیگر جایها نماز خواندن البته فضیلتش نسبت به دیگر مسجدها افضل است، اما 100,000 رکعت ثواب و اجر ندارد. به این دلیل میشد صلح حدیبیه رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی که به صلح حدیبیه رفتند خودشون در حل بیرون از حدود مکه بودند، اما وقتی نماز وقتی میشد به درون حدود به حرم می در آمدند، نمازشون را میخوندند و بعد از نماز باز بیرون از حرم می ایستادند. این دلالت میکند که نماز خواندن در حرم مکه افضل است، اما 100,000 رکعت نسبت این فقط به مسجد آمده است. بارک الله فیکم. و این بود مختصری مسئله. پس سه مسجد داریم، مسجد اقصی 250 فضیلت، یک رکعت نمازتون برابر 250 رکعت، و در مسجد نبوی برابر 1000 رکعت، و در مسجد کعبه برابر 100,000 رکعت است. و حدیث در نسبت مسجد رسول الله و نسبت مسجد کعبه حدیث متفق علیه است، امام بخاری و مسلم روایت میکنند. و خاص کردن مسجد کعبه از دیگر مسجدهای مکه این حدیثی که امام مسلم روایت کردند. بارک الله فیکم.